سلام دوستان عزیز، امید که خوب جور و صحتمند باشید. موضوع امروزی درس ما چرا با وجود هوش مصنوعی باز هم برنامه‌نویسی مهم است. 5 تا دلیل اینجاست. دلیل اول دست ساخت انسان است، یعنی هوش مصنوعی توسط انسان ساخته شده. ماهرترین برنامه‌نویس ها آمده با هم کدهایی نوشته است که توسط این کدها هوش مصنوعی به وجود آمده است. اشتباه میکند، یعنی هوش مصنوعی اشتباهات زیادی دارد که اکثر آنها را ما توسط چت جی پی تی، دیپسیک در زندگی روزمره اشتباه های چت جی پی تی را دیدیم و اگر از این اشتباهات در قسمت کد نویسی کند میتواند یک سیستم را در کل از بین ببرد و یا یک سیستم را فلج کند که اشتباهات هوش مصنوعی میتواند باعث خرابی سیستم شود. نیازهای برنامه‌نویسی خاص و جدید است. نیازهای برنامه‌نویسی خاص است و هر نیازی جدید است. هوش مصنوعی فقط چیزهایی که برایش آموزش داده شده است قبلا آنها را میتواند طرح کنند، ایجاد کنند و چیزهای جدید را ایجاد نمیتواند. معماری سیستم را بلد نیست. هوش مصنوعی نمیتواند یک سیستم را ایجاد کند، ولی مغز انسان این کار را میتواند. نیازهای واقعی انسان را نمیفهمد هوش مصنوعی که یک انسان چی نیازی دارد، به چی نیاز دارد تا آن را بسازد. از جمله هوش مصنوعی هایی که در قسمت کدزنی و برنامه‌نویسی فعالیت خوبی دارد چت جی پی تی، جیمینای و دیپسیک هستند که کد را از اینها باید بگیریم و مانیتورینگ انجام دهیم و مشکلات کدها را بگیریم و در واقع در آخر آنها را اجرا کنیم. هوش مصنوعی نمیتواند جای برنامه‌نویس را بگیرد، میتواند به حیث یک دستیار برای برنامه‌نویس قابل کارایی باشد، طوری که با هوش مصنوعی کد را میزند و انسان آن را مانیتورینگ میکند. وقتی اگر انسان کد نویسی را بلد نباشد نمیتواند مانیتورینگ کند و از هوش مصنوعی هم برای کد نویسی استفاده نمیتواند. درس جدید دسته‌بندی زبان هاست. زبان های برنامه‌نویسی به دو دسته تقسیم شده: زبان های سطحی پایین اسمبلی و زبان های ماشین همون زبان 01 هستند و زبان های سطحی بالا که هر یک از اینها را در سلایت های بعدی طور مفصل میخوانیم که در تصویری طرف میبینیدم. زبان های برنامه‌نویسی را شکل طبقه بندی آورده است. این که میبینید سخت افزار است که زبان کامپیوتر مستقیما بالای سخت افزار دسترسی دارد. زبان اسمبلی یک سطح بالاتر از زبان 01 است و زبان های برنامه‌نویسی سیستم که بالاتر از زبان اسمبلی هستند و در نتیجه زبان های سطح بالاست. زبان برنامه‌نویسی سطح پایین: این زبان برای کامپیوتر قابل فهم ولی فهمش برای انسان سخت است. این را به خاطر 01 منطقی است، به این خاطر کامپیوتر به راحتی میفهمه ولی انسان نمیفهمد. شامل زبان 01 و زبان اسمبلی است. زبان برنامه‌نویسی سطح پایین زبان 01 و زبان های اسمبلی است که اینها را در سلاید های بعدی مفصل میخوانیم. سرعت این زبان خیلی بالاست چون نزدیک زبان ماشین و زبان ماشین است. زبان 01 که زبان ماشین است معلوم دار است که خیلی سرعت بالاست و زبان اسمبلی هم زبانی چون نزدیک 01 است توسط اسمبلر و زبان 01 ترجمه میشه با اون خاطر سرعتی بالایی داره. هرچی نزدیک به سیستم با سخت افزار باشه سرعت بالا است. زبان برنامه‌نویسی 01 که اینجا شکلش را ما آوردیم، همین قسم 01 شکل 01 است. ترکیب از 01 هاست. کامپیوتر مستقیم این را میفهمد و اجرا میکند. زبان 01 زبان منطقی خودی کامپیوتر است. وقتی این زبان با این زبان کامپیوتر روبرو شود مستقیم را میتونه بخونه و کدها را اجرا کنه. برای انسان غیر قابل درک است، یعنی انسان نمیتونه زبانی منطقی کامپیوتر را درک کنه و بفهمد. یعنی 01
را انسان نمیتواند یاد بگیرد. زبان اسمبلی زبانی از جمله زبان‌های نسل پایین است. یک پله بالاتر از زبان ماشین است. به جای 0 و 1 از مخفف‌های ساب، اد، ام او وی از این مخفف‌ها استفاده میکنه. وابسته به معماری پردازنده، هر پردازنده مخفف‌های خاص خود را دارد و کدی که روی یک پردازنده اجرا میشه روی پردازنده دیگر امکان داره اجرا نشود. مزیت سرعت بالا کنترل کامل روی سخت افزار. مزیت زبان اسمبلی است که چون نزدیک زبان سخت افزاری است، به او خاطر سرعت ازی بالا است و مستقیما روی خود سخت افزار هم کنترل داره. معایب شیء است که بسیار سخت است یادگیریش و نیاز به خود سخت افزار است. کاربرد چه در سیستم های عامل است، درایورهای سخت افزاری، میکروکنترلرها، مهندسی معکوس و امنیت است. سیستم های عامل توسط زبان اسمبلی نوشته میشه و میکروکنترلرها که برای ماشینیستا و چیزهای دیگر الکترونیکی استفاده میشه توسط زبان اسمبلی برنامه‌نویسی شده. ترجمان زبان اسمبلی اسمبلر است که این مخفف ها را گرفته و بایت کد ها و همین 0 1 ها ترجمه میکند که ماشین بتونه به راحتی را بخونه. زبان برنامه‌نویسی نسل بالا. زبان‌های برنامه‌نویسی نسل بالا نزدیک به زبان انسان است، یعنی انگلیسی و ریاضی است. مستقل از سخت افزار هستند، یعنی که نیاز نیست که خود سخت افزار موجود باشه تا ما رو بتونیم پروگرام کنیم. روی یک کامپیوتر نوشته میشه و بعد روی هر سخت افزاری که اجرا کنیم میتونیم اون را اجرا کنیم. مدیریت حافظه و جزئیات داخلی را خود زبان یا مفسر انجام میدهد. در زبان‌های نسلی پایین که بود ما باید مدیریت حافظه میکردیم. یک بخشی از برنامه‌نویسی است که به نام میموری منیجمنت یاد میشه که در زبان‌های نسل بالا این مشکلات از بین رفته و خود زبان یا مفسر زبان مدیریت حافظه را انجام بدهد و نیاز نیست که برنامه‌نویس مدیریت حافظه را هم انجام بدهد. خوانایی و سرعت توصیه بالا. چون این زبان انگلیسی و ریاضی است به اون خاطر انسان با راحتی میتونه این را بخونه و یا توصیه دهد. ترجمان زبانی نسل بالا دو تا ترجمان داره، یکی کمپایلر است یکی هم مفسر یا اینترپرتر. کمپایلر چیست؟ ترجمان زبانی نسل بالا با زبان ماشین. این زبان‌های نسل بالا هم زبان‌های ریاضی و انگلیسی که هستند اینا را با زبان 0 1 ترجمه می‌کنه و 0 1 به زبان ماشینی را ترجمه می‌کنه. تمام کد را یک جا ترجمه می‌کند و یک فایل می‌سازد. در کمپایلر تمام کدهایی که در یک زبان نوشته میشه او را اول میگیره ترجمه میکنه و داخل یک فایل میکنه بعد اجرا میکنه. مراحل کاری کمپایلر: تحلیل کد، یعنی کدها را تحلیل میکنه، اگر خطا یا مشکلاتی داشت ایرور از او را برای ما به صفحه نمایش نشان میدهد. بهینه سازی: کدها را بهینه سازی میکنه. کدهای اگر خیلی دراز و بود و قسمت از او کد مورد استفاده نبود آنها را کوتاه میکنه تا حافظه را زیاد نگیرد. تولید کد: بعضی قسمت ها که مشکلاتی داشته باشد مشکلات حل میکنه و کدهای کوتاه‌تر و راحت‌تر را در قسمت خودی کمپایلر برای برنامه‌نویس نشان میدهد تا برنامه‌نویس از آنها استفاده کند. اینترپرتر چیست؟ اینترپرتر که هم یکی از مترجمای زبان نسل بالا است که در کمپایلر تمام کدها ترجمه میشد و داخل فایل انداخته میشد، ولی در اینترپرتر هر خط کد خط به خط اجرا میشه. اجرای سریع اولیه، یعنی چون خط به خط کدها را ترجمه میکنه به اون خاطر اجرایش خیلی سریع است. ایبیابی آسانتر، چون خطها هر خط همین قسم خط به خط اجرا میشه به اون خاطر ایبیابی ازی آسان است. هر خطی مشکل داشته به اونجا ایرور میدیم که این خط مشکل داره به راحتی میتونیم را پیدا کنیم. سرعت اجرایی پایین تر دارد به خاطر که این
خط به خط اجرا میشه، به او خاطر سرعت اجرای از کد سخت‌تر و سرعت پایین‌تر است. جنبندی آخر است که در این قسمت که میبینید یک تصویری از میکروکنترلر آورده که داخل زبان 0 و 1 را نشان داده، یعنی زبانی میکروکنترلرها و زبانی سخت افزار و زبان 0 و 1 هستند. اینجا کد ماشین است که زبان 0 و 1 است، نسل اول است که مربوط به زبان سطح پایین است. ما دو نوع سطح زبان داشتیم، یکی بالا و یکی زبان سطح پایین داشتیم. نسل اول نسل دوم مربوط به زبان سطح پایین بود که اسمبلی و کد ماشین همو زبان ماشین بود و زبان‌های نسل چهارم و نسل سوم مربوط به زبان‌های نسل بالا بود که جاوا و پایتون و اسکیول این چیزا هستند. زبان‌های نسل سوم جاوا و سی پلاس پلاس این چیزا هستند و زبان نسل چهارم که خیلی راحت خیلی سریع برای برنامه‌نویسی است زبان پایتون است، زبان اسکیول است، پی اچ پی است، کاتلین است. این زبان هاست. زبان پایتون که است از جمله زبان های است که از اینترپریتر استفاده میکنه که یعنی هر خط کد را خط به خط اجرا کرده میره. و زبان کاتلین یکی از زبان های قدرتمند برای برنامه‌نویسی اندروید است که این هم اینترپریتر داره و هم کامپایلر داره. کدها را هم کامپایل میکنه و هم مفسر داره که اون کدها را تفسیر کنه. پس خیلی یک زبان قدرتمند است که زبان جاوا هم خصوصیت داره، هم اینترپریتر داره و هم کامپایلر داره. آموزش بعدی خیلی جالب است، پس حدس بزنید و در کامنت برایم بنویسید که و در آموزش بعدی چی را خواهم برای شما آموزش داد. تشکر از شما به خاطر دیدن این ویدیوها. حتما سابسکرایب یادتان نرود، زنگوله پایین ویدیو را فشار دهید تا ویدیوهای بعدی ما از دست ندهید. خدا حافظ و الله ناصرتان.